همین دنیا را پیامبر میگه میدونین چی خیلی هم شیرینه هم دلکشه. همین دنیا ببین چقدر شیرینه. و این الله مستخلفوکم فیها. یکی شما بدونین این مردم که در همین دنیایی که هم شیرین هم دلکشه، شما به حیث انسان‌هایی هستین که باید امتحان بسپارید. امتحان شما را الله میگیره. شما امتحان سپارنده این. بعد پیامبر چی میگه؟ فینظروا کیف تعملون. بعد میگه میدونین که خدای مهربان در عملها تا نظر میکنه. شما چی ها کردین؟ ولی اگر حاجی میرزا دنیا گذره، حاجی بابا عزیزای خدا میگن که مردم چی میگه؟ قال الناس، میگه ما خلفه، یعنی میگه مردم میویده میگه که چند ساله بود، چند فرزند مونده. ببینین یعنی کو در کجای چی خیلی همین مقصد از دنیا میپرسد. لیکن میگه انا ملائکه چی؟ و قالت الملائکه. یکی وقتی که من گذاشتم ملائکه بینشون میگه چی میگه؟ ما قدمه، این برای آخرتش چی روان کرده باشه. این مقصد در خانه قبر یگان عملی روان کرده است که استقبالش بگیرن. این حاضر ما آمدیم این استقبال بین، این مرحمت بین. عیناً همین استقبال و مرحمت نزد الله مهربان برای بندهایش که در دنیا اطاعت کردن، فرمان برداریش کردن. انمونها ملائکه های داره که بالای دست میگیرن و مقصد با تمامی همون هر چیزی که از عزت باشه شما را انجام میتن، به نسبت شما میکنن. برای این چیزها را ما باید در یاد فراموشی قرار ندیم. از بندگی ما این دنیا بسیار عمرش کمه. اینم شما راضی هر کدام تا پرسن چی دیدی همین دنیا؟ هیچی میگویی هیچی ندیدم. حضرت نوح 1050 سال به قول عبدالله ابن عباس 1050 سال عمر دید. وقتی پرسیدنش که حضرت چی دیدی؟ چهل عمر. گفت گذشت چون برق، چون خواب و خیاله. به خاطر نیست جز رنج و ملاله. همین دم دانم و این سختی جان، به فضل حق شود این مشکل آسان. گفت بچم 1050 سال در همین غیر درد غیر غم هیچی ندیدم. 1050. اکه گفت حاضر که عزرائیل آمده مهمان ما اکه باید که امانت بگیره، در فکری همین هم گفت تمام دیگه. بگو با دستم از گرفتن نیست رنگش. همین قایی که در دنیا با همین دست معامله بود ایرابی ای دنیا یگان رنگ نمونده. با دستم از گرفتن نیست رنگش، با دندانم زی خوردن نیست رنگش. دندانام بین یگان رنگی دنیا نداره، همون چیزی بود همون خیل. این دنیا معناش همینه که اینجا مادام 1050 سال نان گرفته کار کرده یگان اثرش در دنیا نیست، یعنی معناش همینه که دنیا خودش هیچی نیست. برای هیچی ما اگر عمرمون بیهوده بگذرانیم، اگر به اهمیتی کنیم، همین را خالی از طاعت عبادت کنیم، بعد حضرت صوفی علیه میدونین چی میگه؟ میگه امر اگر نگذرد به حق جویی، شرم نکرده امر همگویی. همین امری که در روی عبادت نباشه میگه بچم با ما امر میگویی. عمر اگر نگذرد در رای مولا، عمر هر گاو خر از او بالا. عمری که اگر با خداشناسی نداشته باشد، عمری که یک کاری درست ای نادرست که جدا کردن نتانی، میگه عمر گاو خر از عمر تو بالاتره. برای همین تقصیرات که من اندکک وقتم کم
برای چی میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم که وقتی طعام آمد و تو گرسنه باشی نماز نخوان، اول شکم تا سیر که ای طرف خاطر جمع شوه، زیرا عبادت مهمه. در درون او در یاد مثال شکم بد نباشی. نماز مقصد با پررگی بخوان، یا اگر پیشاب غمت میته یا طهارت تنگی کیسه همین تیز نماز ما بخوانم. تیز نماز، این نمازها نماز نیستن میگه پیامبر. گفتن وقتی آدم در همین خیل حالتها نماز خونه نمازش نماز نیست، زیرا خدای مهربان به این ترین نماز نیاز نداره برادر عزیز. اون نیازی به این نداره. از همین لحاظ نماز باید چی قدر آرام با حضور دل خوانده شود، بعد خدا خواه اون نماز برادر است. با چی داریم؟ دومرو درباره اذان، بعد درباره امر معروف کردن. اذان مقصد یک کسی میگه که مثلا مالان باشه میگه نه اذان تو خطا میگی. با اما اذان بگویا. یا که سوادی چیکار بگیم، این خیلی سوادی شریعتی نداره، یگان کلیلی خون یگان شنیگه مثلا برنده امر معروف میکنه. همه رو جواب میده. این خیلی تقصیر که اولا همین کوشش کنین که هر کسی که اذان درست میگه وای اذان گویا. هر کسی که عالمه وای پیشتر آمده نماز خانه، یا همون کس حق امری به معروف نهی از منکر داره. همین عباره مختصر بین میگه والاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا ثم الاحسن. میگه اولا کیه بهتری برای امام شدن کیه؟ عالمی با سنت. کسی که ای فرض واجب سنت بینین مقصد انا مکرو مفسد مباح از همه این مسئله آگاهی داره. همچنان مثال بین ثم الاقرا قرائتش موافق تجویده، ثم الاحسن بعد از آن سین سالش میانه، نه ایتا پس نه او قبالای افگاری با میانه، مقصد با قوت میتوند از عهده همو رکوع سجده و همش برای حرکت کن در کار. اول همین ها را جا کن در کار، زیرا وقتی یک آدمی بی سواد شما میارین امام میکنین یا مقصد پیشواش بمونین، بعد در درون اگر اهل علم باشه بعد همین گپ ها و خلل ها پیدا شدن میگیره. مثال همه وقت میبینی که اهل علم گپش دیگره، کارش دیگره، رفتارش دیگره، ای او دیگره. انا که بعد او بین دیگر بعد میشوند ملالی و جنجال و کشاکش، بعد خلقی بیچاره در بلا مانده دیگه. برای خوبیش همیده. بعد وقتی کمبود میگیرین، اینا مثال خود میبینی که از آن همه آدم خطا کیسته، همه را در بین خلق گفتن در کار نیست. همه را در یک گوشه به خاطر خدا باشه، ما در یک گوشه میگیم دادر جون اینجا بیو، این همیجا داری که تو گفتی کو مثال لا اله الا الله، همینجا یک ندرست گفتی. این هیچش جای کشیدن نیست، این هیچش جای تشدید موندن نیست. خب هموکار تعلیمش میتی، اگر انشاءالله همه آدم تا آدمی درستی معقول باشه میگه بسیار تشکری زیاد، من همین را درست میکنم. این خیلیده ایراد گرفتن و کمبود یک کسی گرفتن در بین مردم محاکمه نشوه، این خوبی نداره. همون ایزای مومن حرام برای چی میگن؟ همین چیزا باید که ریایه کنن در کارو. کمبودیشه کسی میگیره کمبودی امره باید بگه در خلوت. لیکن ای همه در خوبش همیه که نفر از آن گویه که اما از آن گذرانده، همراه پیش یک عالم گذرانده. قرائت یک کسی کنه که خدا رحمت کنه بابای منو شریفه، یکی استادای ما بود، میرفت در معرکا که میشیش هیچ کار قرآن خوانی نمیم، خودش میخوان. میگو زمین اگان تایمه را میگم خطا میخونه همه گناهگار میشه، برای که هم میخواندگی هم خودش گناهگار هم گوش کننده گناهگار. از همین لحاظ خودش میخواند که یگان کسی گناهگار نکنی.